سلام، خسته نباشه. امروز یه بحث برام اومده از خراسان جنوبی فردوس روستای خانکوک. عرضم حضور شما که توپیه و یه بارم قراره برای ما فردا بیاد شجر سبز و با سوسنی آبدار. باز ببینیم برای ما چی فرستادن. براتون قراره برش بدم، چیزای خوشیه، کیف کنین، لذت ببرین از اینکه چنین بارای قشنگی رو براتون میارم. با ما همراه باشین، لایک کنین، کامنت کنین، نظرات خوبتون رو از ما دریغ نکنین، انرژی داشته باشین، بتونیم براتون کارهای خوب بذارم، با انرژی تر باشم. امیدوارم که با لایک و کامنتاتون ما رو خوشحال کنین. نصفش باز بود. کشیدین؟ این هدیه‌شه، اشانتیونشه. باتون میکشیدیم این اومد. براتون برش میدم، فیلماشو میذارم. بسیار بسیار کاره با کیفیت، همه توپیا بسیار بسیار قشنگ، آبدار، بسیار بسیار کیفیت دار، سوسنی داخلش داره، عدد خوبی داره، هم سربسته. توپی شانسی، هر کی خواست توپی شانسی در خدمت هستم. توپیا همه سربسته بدونی که ترک یا ترک خوردگی داشته باشه، به هیچ وجه دیده نمیشه توش چی هست. در خدمت هستم. دوست داشتین پیام بزنید، شماره تلفنم هم میذارم، هر کی خواست سفارش بده در خدمت هستیم. سوسنی بسیار بسیار زیبا. حالا ببینیم شانسیش چیه. برای ما اشانتیون چی گذاشته. به 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 به. وای چه سوسنی‌های قشنگی. وای 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 وای. یعنی راحت 5 تا نگین میشه درست کرد ازش بیشتر. اون یه جا آب بیار. بوده بابا. بریز بابا. یواش. بریز. بفرمایید. کارا خیلی بسیار عالی. در خدمت شما هستیم. سفارش پیام بدین. منتظرتون هستم. یا علی، خداحافظ.